سلام، با آموزش چیکن استروگانوف با ما همراه باشید. این غذا شامل 2 مرحله است: آماده سازی مرغ و قارچ و تهیه سس. فیله مرغ. بعد از مزه‌دار کردن مرغ با آب لیمو و پیاز، اونو به صورت انگشتی خورد میکنم. قارچ اسلایس میشه، به آب لیمو ترش آغشته میکنم. فیله مرغ رو توی مقدار کره تفت میدم. بعد پیاز خلال شده رو بهش اضافه میکنم. تو همین تابه قارچی رو که به آب لیمو آغشته کردم با حرارت زیاد سرتف میدم. قارچ رو با آب لیمو آغشته میکنم تا تغییر رنگ نده. برای تهیه سس چیکن استروگانوف اول آرد رو توی قاشق کره سرتف میدم. بعد از اضافه کردن آرد با همزن دستی مدام هم میزنم تا آرد گلوله نشه. توی مرحله از خمیر سیر استفاده میکنم. بهتره که برای درست کردن سس چیکن استروگانوف از خمیر سیر استفاده کنیم. به این صورت تهیه میشه که اول سیر رو روی تخته کاملا ساتوری میکنیم، یه مقدار بهش نمک میزنیم و با قسمت پهن کارد آشپزخونه به شکل خمیر درش میاریم. خمیر سیر رو یه سرتف که دادیم، آب مرغ رو کم کم اضافه میکنم و مدام با همزن دستی هم میزنم. چون عصاره مرغ به اندازه کافی نمک داره، توی این مرحله برای مزه‌دار شدن سس فقط از فلفل سفید استفاده میکنم. برای اضافه کردن خامه به سس چیکن استروگانوف باید اول خامه رو با 1 یا 2 قاشق از محتویات سس یک دست کنم، بعد به ظرف اصلی سس برگردونم. این کار رو انجام میدم به خاطر اینکه اگر خامه بجوشه میبره. بعد از اضافه کردن خامه یک دست شده به سس، ترکیب مرغ و قارچ رو اضافه میکنم. اجازه میدم 1 دقیقه به سس آغشته بشه. بعد از روی حرارت برمیداریم و با سبزی ساتوری شده و چیپس سیب زمینی سروش میکنیم.